سلام، شبتون بخیر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امشب اومدم براتون داستان ساعت ساز دریا رو تعریف کنم. پس با من همراه باشید. در شهر کوچیکی کنار دریا، جایی که مه صبحها مثل شال نازک دور خونه ها میپیچید، پیرمردی زندگی میکرد به اسم مرلو یک ساعت ساز بود. توی کارگاه چوبی کوچیک که بوی چای و چوب تازه توش میپیچید، ساعتهای قدیمی رو تعمیر میکرد. ساعتهایی که دیگه کسی ازشون استفاده نمیکرد، ولی هنوز با هر تیک تاکشون خاطره رو زنده نگه میداشتن. هر روز صبح مرلو با صدای مرغ‌های دریایی و امواج آروم دریا بیدار می‌شد. پیرهن پشمی گرمش رو می‌پوشید. دمنوشی با گل‌های بهار نارنج درست می‌کرد و آروم آروم می‌رفت توی کارگاه. اونجا صدای تیک تاک ساعت و ابزارش مثل موسیقی ملایم توی هوا می‌رقصیدن. تا اینکه یک روز بارونی دختری به اسم نورا اومد سراغش. چشماش پر از فکر بود و یه چیزی توی صداش برق می‌زد. گفت یه ساعت جیبی دارم از مادر بزرگم. از کار افتاده، ولی یه چیز خاصی توشه. یه راز. انگار باید دوباره کار کنه تا بفهمم چی توشه. مرلو ساعتو گرفت. یه ساعت طلایی کوچیک بود با نقش‌های شبیه موج دریا و ستاره‌ها. وقتی بازش کرد یه چیز عجیب دید. عقربه‌ها تکون نمی‌خوردن، ولی تو صفحه ساعت تصویر زنده اقیانوس چشمک می‌زد. نورش ملایم بود، انگار از یه دنیای دیگه می‌اومد. مرلو تا حالا همچین ساعتی ندیده بود. چند روز با دقت روش کار کرد. هر بار که بهش دست می‌زد صدای دریا توی گوشش میپیچید. انگار اون ساعت دروازه‌ای بود به یه جای دیگه. و یه شب وقتی عقربه‌ها برای اولین بار کمی تکون خوردن، صدای ملایمی از داخلش اومد، مثل زنگ یک قایق توی مه. مرلو چشماشو بست. وقتی باز کرد خودشو نورا رو توی ساحل عجیب دید. آسمون بنفش و آروم، درختها با برگهای بلوری و فانوس دریایی که دوردستها با نور زرد چشمک میزد. نورا با تعجب گفت این همون دنیایی که مادر بزرگم ازش حرف میزد. میگفت اگه خیلی دلتنگ باشی راهش رو پیدا میکنی. اونا راه افتادن سمت فانوس. راه پر از سکوت و بوی شیرین درختها بود. وقتی رسیدن دری قدیمی باز شد و یه میز گرد با 3 صندلی وسط اتاق بود. روی میز یه نامه بود، خط آشنا. اگه اینجا رو پیدا کردی یعنی هنوز امید توی قلبته. زمان همیشه به عقب بر نمیگرده، اما دل چرا؟ اون شب نورا از کودکی‌هاش گفت، از مادر بزرگش، از شب‌هایی که قصه می‌ساختن. فانوس آروم آروم روشن‌تر شد. نور زردش گرم شد، مثل آغوش یک خاطره قدیمی. وقتی ساعت دوباره زنگ زد، مرلو و نورا برگشتن. اما حالا یه چیزی عوض شده بود. نورا سبک شده بود. انگار تیکه ای از گذشته رو پیدا کرده بود.
و ساعت دیگه فقط یک ساعت نبود. یه در شده بود. در کوچیکی توی جیب نورا. برای وقتهایی که دلش بخواد بره به دنیای فانوس. نورا از اون به بعد هر سال شب تولد مادر بزرگش برمیگشت پیش مرلو. با هم چای میخوردن، ساعت تعمیر میکردن و بعضی شبها با زنگ جادویی ساعت میرفتن پشت واقعیت. همون جایی که فانوس همیشه روشنه و خاطره ها مثل نور ملایم توی دل شب میدرخشن. داستان امشبمون تموم شد. حالا میتونی چشماتو ببندی و بذاری صدای اون فانوس دریایی توی رویات روشن بشه. مرلو همیشه اونجاست با چای داغ و لبخند آرومش. شبتون بخیر.